با درود به همه آنهایی که این لحظه هم رو تماشا دارند. شادو گلخوجه هستم. ساعتی 10 با وقت پراگ در خدمت شما با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و بار دیگر خاطر رسان میکنم که همه شما عزیزان رو 3 ساعت پس در بخش مستقیم برنامه خبری با گزارش‌هایی که از این خبرها فرق میکنند با شما رو منتظر خواهیم بود. امروز پرزیدنت توجیکستان بخشیده به 29 سالگی استقلالیت کشور نمایندگان کسب و کار مختلف را با مکافات‌ها و عنوان و جایزه‌های دولتی سرفراز گرداند. از جمله با فرمان پرزیدنت سابق رئیس مجلس ملی مجلس عالی توجیکستان محمد سعید عبیدالله با اردن استوره پرزیدنت توجیکستان درجه 1 قدردانی کرده شد. باز کدام شخصیت‌های معروف امروز عنوان و جایزه گرفتند بعد چند میتوانید از وبسایت رادیوی آزادی معلومات بگیرید. همین گونه امروز از روسیه به تاجیکستان 3 هواپیمای چارتری پرواز میکند. طبق رویخط نشر نموده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در دوام روز 2 پرواز از مسکو و 1 پرواز از سنت پترزبورگ به دوشنبه صورت میگیرد. پروازها از جانب شرکت سامان ایر انجام میشوند. همزمان از تاجیکستان به روسیه نیز پرواز به نقشه گرفته شده است. قرار است امروز با خط سیر دوشنبه مسکو و دوشنبه سنت پترزبورگ شهروندان روسیه به وطنشان انتقال داده شوند. مسافران به پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان توسط سفارتخانه و کنسولگری ها از تاجیکستان به روسیه باشد طریق نامنویسی در سامانه گوس اسلوگی راه داده می شوند. بانک آسیایی رشد قصد دارد به تاجیکستان دوامی سالهای 2021-2023 323 میلیون دلار کمک به بازگشت بدهد. این مبلغها برای تامین طلبات کشور به رشد روانه می‌گردند. غیر از این در این دوره بانک آسیایی رشد به جمهوری به صفت کمک تکنیکی برای تعلیم و دانش آموزی و تهیه لایحه‌ها بیش از 5 میلیون دلار دیگر اختصاص خواهد داد. تاجیکستان از سال 1998 عضو بانک آسیایی رشد میباشد. از آن زمان تا حال مقامات توجیک از بانک مذکور در حجم زیاده از 1.9 میلیارد دلار کمک گرفتند که 1.4 میلیارد دلار آن را گرانت ها تشکیل میدهند. روحیدین فخرالدینов امام پیشین مسجد خواجه نصرالدین شهر توشکند را پیش از مهلت از زندان آزاد کردند. یکی از پیوندان روحیدین فخرالدینov و بخش ازبکی رادیو آزادی گفت امام سابق را صبح 27 август 2 سال و 3 ماه پیش از پایان دوره ادای جزایش رها نمودند. وی در نامه درخواست عفو از پرزیدنت شوکت میرزیویف امضا گذاشته است. روحیدین فخرالدینov 53 ساله را تابستان سال 2006 به سوی قصد به پرزیدنت و ساخت کنستیتوسیونی جمهوری ازبکستان تشکیل سازمان جنایی و به ترتیبی عمومی گناهکار دانستند. مقامات حفظی حقوق ازبکستان گفته بودند فخرالدینov در میانه‌های سالهای 90 پیشوای چندی از جریان‌های تندروی دینی از جمله وهابیت در ازبکستان است. اما نزدیکان فخرالدینov پیوندی او را با جریان‌های افراطگرای دینی رد کردند. سر از امروز مسلمانان قرقیزستان امکان دارند که در مسجدها نماز جمعه دایر نمایند. مسجدهای قرقیزستان با آغاز سراسری سیرت کرونا ویروس در ماه مارس بسته شده بودند. در این کشور 43358 نفر گرفتاری کرونا ویروس یا خود کووید 19 بوده. کمش 1058 نفر از این بیماری به هلاکت رسیده است. جمهوری قزاقستان هم همین گونه اعلام کرد که سر از 31 август بعضی محدودیت‌ها رفع می‌شوند زیرا سیرت کووید 19 در قزاقستان کاهش می‌یابد. در تاجیکستان باشد در این مسجدها بسته باقی میماند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین در صحبت با خبرگزاری اویسا گفته است که تصمیم نهایی را در زمینه گشودن مسجدها استادی مقابله با کرونا ویروس در تاجیکستان میگیرد. در آغاز ماه مارس نمازگزاری دست جمعی در مسجد و جماعتخانه‌های تاجیکستان با استثنای نماز جنازه منع کرده شده. بعد 2 هفته دزینفکسیا و پاککاری دوباره اجازه داده شده بود، ولی از میانه‌های ماه اپریل دیگر باره با قرار شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان برگزاری نمازهای 5 وقته جمعه و تراویح در مسجدهای کشور منع گردید. و یک ساکن شهر دوشنبه را برای به احترامی نسبت مادرش جزا دادند. بنا به اطلاع ریاست امور داخله در شهر دوشنبه احمد قرایف 35 ساله در حالت مستی با مادرش مناقشه نموده او را در حضور همسایه‌ها دشنام و حقارت کرده است. پلیس شهر دوشنبه درباره این حادثه در سامانه رسمی خود خبر داده گفته است جوان با این عمل خود شبانگه ترتیبات جمعیتی را ویران کرده شأن و شرف مادر را در نزد اطرافیان پس زده است. به اطلاع مقامات نسبت احمد
хараев парвандаи маъмурӣ бозгардида ба муҳлати 10 шабона рӯз ба ҳабс гирифта шудааст. Назару мавқеи худи ҷавон маълум нест. Полиси Душанбе менависад нисбати афроде ки ба волидайни худ беэҳтиромӣ зоҳир намуда онҳоро мавриди озор қарор медиҳанд тибқи қонунгузории ҷазо пешбинӣ шудааст. хуб бинандагони азиз, ин чанд хабари тозае буд ки ман барои шумо гуфтам. бо гузоришҳои рӯз ман шуморо 3 соат пас дар пахши мустақими барномаи хабарӣ дар ҳамин ҷо мунтазирам. то он вақт худро эҳтиёт кунед ва рӯзи хубе дошта бошед.